در طرف راستی داور موسیف از روستای راغ و رحمتوف از دهه پلدارک. یک خوشه کنیم واقعی داشته باشه نوزی رو خبر روی خواهد فهم نمه هدیشه این کلار گمده رفت دامه حالا با رسمان کشی دعوت کرده می شود پهلوانان ده های اشتاشان و ده مناره موسیف غالب دانسته شدند. حریف نوبتی موسیف پهلوان دولت و از ده های پلدارک. ده های استشان و ده مناره با رسمان کشی حاضر شوند. در مول بزرگ می پرده تا یک نو داره جهان انجمن شد در تفکیق اوی در نو پرده تاش از آن بر شده فره بخت اوی و جمشید مر گوهر افشاندند مرا روز را روز نو خواندند. بادر قصاب نه پرده تا یا میگه باید نخواه از طرف بهادر خصاب برای بازی های زیبای دولت و بالای مره 100 سامانه دیگر زم کرده شد. پهلوان را حرکت کنید. از خود زیاد کن دروید میگه لا مسیدش سوز حریفش شو دولت در میدان رسمان کشی دهه اشتاشان آماده است. مرحمت ده مناره ولی چه مشتنگی رو من بافتم پهلوان ها حرکت کنه. توی شما وقت جدا میکردید خوب میشد. 1 دقیقه وقت برای پهلوان ها جدا کرده است. پهلوان ها حرکت کنه. Schoenbeck Paldorak Schoenbeck Paldorak پهلوان شاهنبک با لباس ورزشی سرخ از دهه پلدارک و موسیف از دهه راه با لباس ورزشی سیاه قوه می‌آزمایند و هر دو پهلوان برار می‌خواهیم. در میدان رسمان کشی پهلوانان آماده‌اند. می‌توانند قوه آزمایی را آغاز کنند. اگر سخت تاشتاشون دیگه نمیبرن الان چه تیم چی داشتاشون یک جا حتی دست راست اشتاشون حتی دست چپ دیگه مرا رسمان کشیه دیگه اونجور محکم کرد چیکار کردیم محکم؟ و کیسر نشه از دوشنبه تا به ختلان، از زرافشان تا بدخشان، سرزمین تاجیکستان بهر ما گسترده دامان. تاجیکستان کعبه دل نور ایمان
اشتاشان دهه اشتاشان در رسمان کشی غالب دانسته شد. در رسمان کشی آمادگی میگیرند دهه های والیغان و دهه پکشیر. و رسمان کشی آماده شوند دهه والیغان و پکشیر. تاجداری سنت ما، رستگاری زنت ما، بخت و تخت و سولت ما باشد در وحدت ما. تاجیکستان کعبه دل، نور ایمان. حالا در میدان گشتینگیری پهلوان دولتف با لباس ورزشی سیاه و حریف آنکس تاشف با شیمی ورزشی سفید قوا می‌آزمایند برای کار به هر دو پهلوان. برای دولت و غزنوی بهادر قصاب 100 سامانه که پیشتر مانده بودند باز به این بازی گذاشته شد. پهلوان حرکت کنه. از نام تاشف حاجی قربان برای بازی های زیبای تاشف 50 سامانه و بالای مره زم کرده شد. دولت غالب دانسته شدن. مرحمت دولت برد خود را صاحب شود. یک روی پوش و 150 سامانه. احسن میگویم به هر دو پهلوان شناخته. پهلوان دولت از دهه پلداران و انوشیروان پهلوان از دهه رو. از نام امیر جان قصاب برای بازی های زیبای انوشیروان 200 سامانه و عوض برد زم کرده می شود. برد پهلوان ها را روی پوش خارجی و 200 سامانه. حسابیدن نمی شود. حکم داور قطعی است و همچنین از طرف تقوی انوشیروان پهلوان بود 50 سامانه برای بازی های انوشیروان پهلوان زم کرده شد. حکم داور قطعی است و حکم داور گوش می اندازیم. از بیرون خوش میکنیم از بیرون با کاری داور خلال نرسانه. از نام محمد اقبال از نام محمد اقبال برای بازی های انوشیروان با 100 سامانه دیگر زم گردید. چسکو نفرا بوبه خیلی مکشته راست برم مکتر از نام مردم و پهلوان دولت و با 100 سامانه دیگر زم گردید. از نام ابوبکر و انوشیروان پهلوان باز 50 سامانه دیگر زم گردید. از آن شاگرد انوشیروان کی؟ این نگیر ماشا اول من میبرم کود خون نگیرو بالا چکن زمان توری کنه اول من میرم در اسلام 50 من میرم. از طرف داور 1 دقیقه وقت جدا کرده شده است. احسن میگویم با آداب بلند هر دو پهلوان که هر دو پهلوان ها در
ماهیا شناختن بردی هر دو پهلوان ها از طرف مخلصانشان 500 سامانه و یک رویپوش کمپل خارجی پهلوان ها استراحت میکنن. حریف خود را انتظارند. حریف نوبتی سفاروف شاهینبکوف از دهه پلدارک با لباس ورزشی سرخ. سرچه آوردم شرم داشت. در رسمان کشید دهه ولیغان داماده است از دهه پخشیف خواهش میکنم که میدان رسمان کشی حاضر شود. حال من بیرو برم با تلفن از را در جای من یادم شنید من میبرم برای سفر 100 سامانه دیگر از نام تقایت برنامه من را زن کرده شد. پهلوان سفر برد خود را صاحب شوید. سفر غالب دانسته شدن احسان میگویم با پهلوان سفر برای بازی های زیبایش. حفیظ پلدارک حفیظ پلدارک سفر حفیظ حریف نوبتی سفر حافظ از دهه پلدارک. هر دوش بچه خصومه هر خصومه از نام اصلدین برای سفر 50 سامانه دیگر زن کرد از سفر و همچنین 100 سامانه دیگر از نام سید مقیم به علاوه مرز زن کرده شد. 150 سامانه و یک رویپوشی خارجی برای بازی های زیبای سفر و از نام تقایش 200 سامانه دیگر زم کرده شد. 100 سامانه دیگر از نام تقای شاه حسینش به نام سفر زم کرده شد. جمع 400 سامانه و یک رویپوشی خارجی یک پلاک رویپوش. توبی همین سیت ره سفر اولی سفر اولی دست نباشته که احسان میگویم برای بازی زیبای هر دو پهلوان و همچنین خزینه نوروزی ما لحظه به لحظه از طرف سخاوتمندان دیار غنی میگردد. حالا از طرف نظیر 100 سامانی، حامدوف زینالدین 300 سامانی و حامدوف زهرالدین 100 سامانی دیگر وارد گردید که ما احسان میگویم با همت بلندشان. اسکندر صاحب حالا در میدان زیوف از دهه را و حریف آن کس اسکندر و صاحبان میدان. پخشیف نبرونی سودا یا بردی پخشیف تکشیف کنید اگر نشد در میدان رسم کشی دهه ولیغان داماده است. برای پهلوانان دهه پخشی 5 دقیقه وقت از طرف کمیس تدارکات جدا کرده شده است. در حالت حاضر نشدن دهه ولیغان غالب دانسته می شود. سمع میزبانان، رئیسان محله
میرسانیم که آش خدای را ساعت 1:30 پیشکش مهمانان گرداند. بازی حسابی داده میشود. پهلوانان از لب قوا می‌آزمایند. 1 دقیقه وقت از طرف داور جدا کرده شده است. حالا در میدان رسمان کشی دهه ولی خان و پکشیف آماده رسمان کشی هستند و هر دو گروه هم برای کار تمنا داره. Pakchi tangisha, teri ros, teri chap. Bangi balmunda. Bege, oh rosan. در میدان رسمان کشی دهه ولیخان غالب دانسته شد. پهلوانان استراحت میکنند. پهلوانان نوبتی به میدان گوشتینگیری دعوت کرده میشن. حالا در میدان تویخانوف از دهه دهمناره و حریف آن که سفروف از دهه راه با لباسی ورزشی سفید و همچنین با رسمان کشان میرسانیم که دهه راه با دهه سبق آمادگی بینند و بعد ایشان دهه اشتاشان و ولیخان. تکرار میکنند در رسمان کشی آمادگی بینند دهه راه و سبق، بعد این دو دهه اشتاشان و ولیخان. پهلوان سفروف غالب دانسته شدند. احسن بگیم با بازی زیبای هر دو پهلوان هم. حریف نوبتی سفروف اسکندروف احسان از صاحبان میدان. برای بازی های احسان پهلوان از طرف سید مقیم 150 سامانی به عوض مره و به بالای مره ضم کرده شد. و همچنین به مره احسان پهلوان 50 سامانی از طرف حسین منوچهر ضم کرده شد. برد پهلوانان به بالای مره 200 سامانی. برای پهلوانان از طرف داور 1 دقیقه وقت جدا کرده شده است. پهلوان حرکت کنید. برافت جمعه بود. پهلوان استراحت میکنند.
در میدان با لباس ورزشی سفید قلندرov از خواجگی های زرافشان و حریف آکس طاهرزاده از دهه پلدارک با لباس ورزشی سرخ. خیلی دم بده، خیلی بریم خیلی چه داره چه میشینه؟ ای بچه جان طاهرزاده از دهه پلدارک خیلی داره وقت بگذار غالب دانستشتن. آخر بگذار داره او آخر بگذار پهلوانا یک